سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 20 سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 41 57 یا 60 رویخط قربانیان نزاع 14 و 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. تاجیکستان 4 اسیر را به جانب قرقیزستان سپرد. دادگاه نویه شاه منصور به محاکمه پرونده عبدالله غربتی آغاز می کند. در دوشنبه مرافعه الفتخانه محمدشاهیوه برگزار می شود. پالیتیکا: امریکا قریب 40 هواپیمای و چرخبال افغانستان را می تواند به ازبکستان و تاجیکستان بدهد. بازداشت باز یک منصبدار از حکومت پنجکند، بازم برای زمین فروشی. وزیر تاجیک و دبیر کل سازمان ملل درباره مناقشه در مرز با قرقیزستان معلومات داده است. یتیم و توشیف پروتکل صلح را امضا کردند و اکنون تفصیلات خبرها. رادیوی آزادی با استفاده از منابع خود، شبکه‌های اجتماعی و مقامات رسمی نام 57 نفری را گرد آورد که هنگام درگیری‌های مسلحانه 14 و 17 سپتامبر در سرحد تاجیکستان با قرقیزستان کشته شدند. آزادی میگوید این رویخط غیر رسمی است و هنوز نهایی نیست. به دنبال سامانه پرس تیجی اسم 60 قربانی را نشر کرد. این در حالی است که مقامات تاجیکستان کشته شدن 41 نفر را تصدیق کردند ولی رویخط پوره قربانیان را نشر نکردند. جانب قرقیزستان هلاکت 59 نفر را تصدیق کرده است. متاسفانه در بین قربانیان ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان نیز زیادند. مقامات تاجیکستان قبلا درباره هلاکت دست کم 28 ساکن ملکی خبر داده بود. 25 نفر آنها در 3 حمله کشته شدند. از این شمار 7 نفر با شمول 5 عضو یک عائله بر اثر حمله به طیاره قرقیزستان با یک ماشین یوری تاجیلی در بالای پل دهه چورقشلاق در کنار اسفرک کشته شدند. همین طور نزدیکای شام 16 سپتامبر علاقه بعد اعلان آتش بس هواپیمای بی‌سرنشین قرقیزستان با یک مکتب و مسجد در جماعت افچقلچه نویه باباجان غفوروف حمله آورد. در نتیجه حمله درون به مکتب 6 نفر به هلاکت رسیده، حمله به مسجد 12 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. به نوبت خود جانب قرقیزستان نیز نیروهای تاجیکستان را به حمله ها و کشتار ساکنان ملکی عیبدار میکند. مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با بیش از 100 قربانیش خونین‌ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ نزاع‌های مرزی تمام آسیای مرکزی بعد از سقوط اتحاد شوروی شمرده می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 19 سپتامبر سال 2022 جانب تاجیکستان از روی پرینسیپ بشردوستانه 4 نظامی دستگیر شده قرقیز را به جمهوری قرقیزستان سپارده است. در اطلاعیه وزارت گفته می شود که طبق سازش به دست آمده بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان شام 19 سپتامبر سال 2022 ساعت 19:00 دقیقه با وقت دوشنبه 4 نفر نظامیان جمهوری قرقیزستان پراپورشک دیدبانگاه سرحدی دوستوک نویه بادکند جمهوری قرقیزستان سمرابک اولو عدلت سال تولدش 1995 ساکن نویه ژومگالی سترشن دیدبانگاه سرحدی دوستوک نویه بادکند جمهوری قرقیزستان تویچیف جمال الدین سال تولدش 1984 ساکن ولایت اوش نویه اروان افریتر قسم حربی رقم 3647 وزارت مدافع جمهوری قرقیزستان اسیلبک اولو رستمبک سال تولدش 2002 ساکن نویه بادکند جماعت دیهات قزلبک افریتر قشونهای سرحدی جمهوری قرقیزستان مشرف اولو نوربک سال تولدش 2001 ساکن نویه نفکت جماعت قزلتایید که ضمن مناقشه‌های مسلحانه در حدود مرزی دولتی جمهوری تاجیکستان دستگیر کرده شده بودند، از روی پرینسیپ بشردوستانه حسن امجواری و همسایگی نیک به جانب قرقیزستان سپاریده شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان افزود باید تذکر داد که طبق طلبات معیارهای قانونگذاری بین المللی نظامیان جمهوری قرقیزستان با یاری طبی، خورد و خوراک و شرایط معیشی تامین کرده شدند. مقامات قرقیزستان نیز از طرف تاجیکستان گردانیده دادن 4 افسر و عسکر قرقیز را تصدیق کرده گفتند که وضع سلامتی آنها خوب بود و تنها یکیش در جریان زدوخوردهای مسلحانه در مرز جراحت برداشته بود. یادآور میشویم در جریان مناقشه‌های مسلحانه روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف دست کم 100 نفر 59 نفر از طرف قرقیزستان و 41 نفر از طرف تاجیکستان کشته شدند. ده نفر از این قربانیان را ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
روز 19 سپتامبر سال 2022 در گذرگاه سرحدی گلستان در مرز اصفره با ناحیه بادکند ملاقات رئیس امنیت جمهوری تاجیکستان سیمومین یتیموف و رئیس امنیت جمهوری قرقیزستان قمچیبک توشیف برگزار گردید. در مذاکرات رئیس ولایت صغر رجبای احمدزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده، فرمانده قشون‌های سرحدی امنیت جمهوری تاجیکستان رجب علی رحمان علی، رهبران مقامات حفظ حقوق ولایت صغر، رئیس ولایت بادکند عبدالکریم علیمبایف و نمایندگان ساختارهای نظامی و انتظامی قرقیزستان اشتراک داشتند. در ملاقات جانب‌ها مسئله تامین ثبات در منطقه‌های نزد سرحدی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان را بررسی کرده برای رعایت حتمی آتش بس تاکید شده است. خدمات مطبوعات رئیس ولایت صغر گفت در مذاکرات تاکید گردید که باید مسئله تامین امنیت ساکنان نزد سرحدی در محور توجه خاص قرار داده شده، من بعد مشکلات موجوده با راه‌های گفت و شنید حل گردد. از جانب رئیسان امنیت دو کشور پروتکل امضا گردید که طبق آن قوه‌های نظامی علاوگی و تکنیک‌های حربی به محل دائمی خود برگردانیده شده امنیت ساکنان تامین کرده شود. قمچیبک توشیف این پروتکل را سازش در مورد استقرار صلح نامید. این مذاکره ها در پی خشونت‌هایی است که روزهای 14 تا 17 سپتامبر در مرز دو کشور رخ داد. قرقیزستان از کشته شدن 59 نفر و تاجیکستان از هلاکت 41 نفر خبر دادند. سراج الدین موردین که برای اشتراک در اجلاس 77م مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک قرار دارد، روز 19 سپتامبر سال 2022 در حاشیه هفته سطح بلند این اجلاس با دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش ملاقات و از جمله مسائل مربوط به وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را بررسی کرده است. وزارت خارجه تاجیکستان گفت ضمن ملاقات سراج الدین موردین به دبیر کل سازمان ملل اوید به رویدادهای اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به طور مفصل اطلاع داده موادهای مربوطه از جمله نوار و عکس‌های را که دلیل تجاوز نظامی قرقیزستان را ثابت می‌کنند منظور نمود. وزیر کارهای خارجه کشور قید کرد که تاجیکستان هیچگاه تشبسکار حل نظامی مسئله مرز با قرقیزستان نبود و همیشه به روش سیاسی و دیپلماتی پایبند میباشد. ملاقات رهبر اداره سیاسی خارجی تاجیکستان با دبیر کل سازمان ملل در حال دایر شد که در جریان مناقشه مسلحانه هفته گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف دست کم 100 نفر، 59 نفر از طرف قرقیزستان و 41 نفر از طرف تاجیکستان کشته شدند. ده‌ها نفر از این قربانیان را ساکنان ملکی از جمله زنان و کودکان تشکیل میدهند. بنا به اطلاع رسمی اینچنین در هفته واخری سراج الدین موردین و آنتونیو گوترش اطراف مسئله‌های مبرم همکاری میان تاجیکستان و سازمان ملل متحد به ویژه در سمت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، تغییریابی اقلیم، مسئله‌های آب و انرژتیک و امنیت منطقوی مبادله افکار کردند. بنا به اطلاع رسمی دبیر کل سازمان ملل از تشبس‌های جهانی تاجیکستان استقبال نموده برای همکاری فراگیر آمادگی سازمان را ابراز داشته است. نشریه پالیتیکو با تکیه به منابع خود خبر داد که امریکا با ازبکستان و تاجیکستان در مورد در عوض تقویت همکاری‌ها برای مبارزه با تروریسم با دو کشور واگذار کردن حدود 50 چرخبال و هواپیمای نیروهای هوایی افغانستان مذاکرات پیش میبرد. این چرخبال و هواپیماها را ماه آگوست سال 2021 قبل از سقوط حکومت قبلی افغانستان و به قدرت آمدن طالبان خلبان‌های افغان به کشورهای همسایه گریزانیده بودند. در مطلب این نشریه گفته می شود که یک سال پیش خلبان‌های افغان تقریباً 25% تمام چرخبال و هواپیماهای آن کشور از جمله چرخبال‌های نوع‌های OH-60 بلک هاوک، می 17 می 25 هواپیماهای تمغه‌های گوناگون را به این دو کشور گریزانیدند. وزارت مدافع آمریکا قبلا گفته بود که در عموم از افغانستان 46 چرخبال و هواپیما به ازبکستان و 18 عدد دیگر به تاجیکستان برده شد. اکثر این تکنیک را به افغانستان آمریکا داده بود و از این رو وقتی که طالبان اصرار می‌ورزند که این هم مال افغانستان است و باید برگردانیده شود، مقامات ازبکستان گفتند که آنها به آمریکا تعلق دارند و سرنوشتشان را باید واشنگتن معین کند. دوشنبه تا کنون یگان بار دعواهای طالبان به این چرخبال و هواپیماها را شرح نداده است. پالیتیکو می نویسد که تقدیر این بیش از 60 چرخبال و هواپیما بیش از یک سال باز در هوا معلق باقی مانده است. منابع این نشریه گفتند که مقام‌های آمریکایی در پس پرده
به صورت ساکت پیرامون استفاده این تکنیک به حیث فشنگ تاثیر با مقصد تحکیم جای پای خود در منطقه کار کرده ایستادند. یک منبع این نشریه گفته است که در آینده این چرخبال و هواپیماها را در عوض تحکیم مناسبت‌ها در ساحه امنیت در چارچوب مسائل حفظ سرحدات و مبارزه با تروریسم می‌توانند به تاشکند و دوشنبه بدهند. طالبان ماه آگوست سال 2021 در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف در بین همگی در روز توانستند تقریبا تمام قلمرو افغانستان را به دست بیارند و نظام حاکم بر این کشور را به امارات اسلامی عوض کرده حکومت خود را تشکیل کنند. روزهای 13، 14 و 15 آگوست سال 2021 در پی سقوط مزار شریف، بزرگترین شهر شمال افغانستان و در آستانه سقوط پایتخت این کشور شهر کابل به دست طالبان، دهها نفر از خلبانهای نیروهای هوایی افغانستان حال خانواده و نزدیکان خود را به چرخبال و هواپیماها بار کرده به کشورهای همسایه فرار کردند. خلبانهای افغان و اعضای عائله‌های آنها را که به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند، بعداً امریکا توسط امارات عرب به کشورهای برایشان امن انتقال داد، ولی سرنوشت هواپیماهای غنیمت افتاده تا کنون نورافشان باقی مانده است. دادگاه نهایی شاه منصور دوشنبه روز 21 سپتامبر سال 2022 به بررسی پرونده پرسر و صدای ژورنالیست 26 ساله تاجیک عبدالله غربتی آغاز میکند. در این باره رادیوی آزادی از قول وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف که در این پرونده از حقوق غربتی حمایت میکند خبر داد. معلوم نیست که مرافع روزنامه‌نگار به طور باز برگزار می شود یا پس درهای بسته. یک ماه پیش گزارش شده بود که مقامات پرونده عبدالله غربتی را بر اساس 3 بند کودکس جنایی جمع و بست کرده به دادگاه فرستادند، از جمله تحقیر نماینده حاکمیت ماده 303 قسم 1، استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت ماده 328 قسم 1 و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع ماده 307 علاوه 3 قسم 2. برای تحقیر نماینده دولت به ژورنالیست همچون جزا و یا جریمه و یا کارهای اصلاحی، برای زوراوری نسبت به کارمند دولت جریمه و یا تا 2 سال زندان تهدید میکند، ولی جزای اعظم سخت از 5 تا 8 سال زندان به عبدالله غربتی بر اساس علاوه 3 ماده 307 برای عضویت در سازمان‌های ممنوع تهدید میکند. خود غربتی این اتهامات را کاملا رد میکند. عبدالله غربتی خبرنگار و عکسبردار خبرگزاری مستقل آزیا پلیوس روز 15 ایون سال 2022 چند ساعت بعد هنرپیشه و ژورنالیست و بلاگر شناخته دلیر امامعلی که با او همکاری داشت دستگیر شد. از میانه‌های ماه می به این طرف مقامات تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر از جمله 6 زاده بدخشان را به حبس گرفتند. سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان و حامی آزادی مطبوعات از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوق‌بیک سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده، الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعیف متخلص به خوشام گلیام را آزاد کرده به تعقیب ژورنالیستان و کوشش‌های با تهدید و ترس به زندان انداختن و بستن دهان مطبوعات خاتمه دهند. دوشنبه به این دعوت‌ها تا حال واکنش نکرده است. 20 سپتامبر سال 2022 در دوشنبه مرافع الفت خانم محمدشاه و فعال جامعه شهروندی و ژورنالیست زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر می شود. در این باره پامیر دیلی نیوز کانالی که مسائل بدخشان را پیگیری می کند خبر داد. نشریه گفت مرافع دادگاه محمدشاه و پشت درهای بسته صورت می گیرد. همراه او در این پرونده مشهور با نام پرونده روشانی ها باز حدود 100 نفر دیگر از جمله شوهر سابقش مشاور فرمانده قشون‌های مرزبانی تاجیکستان گنرال مایور خولباشف نیز در کرسی عیبدار نشستند. مرافع آنها که اول ماه آگوست آغاز یافت در تالار بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه می‌گذرد. ماه آگوست خبر رسیده بود که عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای گنرال خولباشف حبس عمرباد و برای همسر سابق او الفت خانم محمدشاه و 25 سال زندان را طلب کرده است. آنها با دریافت پول از خارجه برای تشکیل اعتراضات در ناحیه روشن عیبدار میشوند. بعد بازداشتشان خولباشف و محمدشاه و این اتهام را به دوش گرفتند، ولی در جریان مرافعه دادگاهی از بیانات قبلی خود دست کشیده گفتند که تحت فشار مجبور به اعتراف گناه شده به خود و دیگران تهمت زدند. در ماه‌های اخیر در رابطه به حوادث اخیر بدخشان دست کم 6 ژورنالیست و بلاگر زاده این ولایت مختار نیز به حبس انداخته شدند. الفت خانم محمدشاه و محمد سلطان، خوشام گلیام
رمزی شوگونوف، مقصود غیوسوف و قومچک میرزویف، محمد سلطان پلکوونیک مصطفی امنیت که 72 سال دارد هفته گذشته به 6 سال زندان محکوم شد و الفتخان محمدشاه و 25 سال زندان تهدید میکند. یک کارمند حکومت شهر پنجکین ولایت سوخ با گمان دست داشتن در تقسیم غیر قانونی قطعه‌های زمین و آماده نمودن حجت به شخصانی که در اصل احتیاجمند نیستند دستگیر شده است. یک منبع از حکومت شهر پنجکین روز 20 سپتامبر سال 2022 به پایگاه خبری بامداد خبر داد که فردوس امینزاده کاتب کمیسیای تقسیمات زمین نزد اولگی در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی یا شهردار پنجکین از طرف مقامات پروکراتور دستگیر گردیده عین زمان در بازداشتگاه قرار دارد. بازداشت فردوس امینزاده تقریبا یک هفته قبل رخ داده است. گفته می شود امینزاده در آماده نمودن حجت‌ها برای شخصانی که در اصل احتیاجمند نبودند دست دارد. به گفته همصحبتان بامداد چند نفر دیگر از کارمندان مسئول را نیز برای صحبت به پروکراتور دعوت کرده از آنها هم بیانات گرفتند، ولی یکی از نزدیکان فردوس امینزاده میگوید او تنها خودش نمیتوانست به کسی زمین دهد و حجت تخت کند. در آنجا رئیس و همه اعضای کمیسیه و در آخر رئیس شهر هم باید امضا گذارند. میگوید این هم صحبت ما. در این اواخر این اولین مورد بازداشت کارمندان حکومت شهر پنجکین با اتهام دست داشتن در جنایت‌های کرپسیونی نیست. افضلشاه دوزاده سابق مدیر شعبه کار با جوانان و ورزش شهرداری پنجکین تابستان سال 2022 بازداشت شده بود. به اطلاع پروکراتور ولایت سوخ نسبت به دوزاده بر اساس دو ماده کودکس جنایتی 245 و 247 با گمان گرفتن پوره از پدر یک دعوت شونده برای آماده کردن بلیت حربی و از خودکنی مبلغ دسته فوتبال زرافشان پرونده باز نموده بودند، اما اخیراً افضلشاه دوزاده با قرار دادگاه شهر پنجکین تنها جریمه بسته شده به مهلت 1 سال از حق کار در ساختارهای دولتی محروم گردید. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره دو صدمه مرگاور روزهای 18-19 سپتامبر رخ داده در جنوب و شمال جمهوری خبر داد. از جمله شام 18 سپتامبر سال 2022 تقریبا ساعت 19:55 راننده ماشین تمغه اوپل استرا شریپوف محمد سعید سال تولدش 1984 ساکن ناحیه شهر توز هنگام حرکت از سمت ناحیه ناصر خسرو به سمت ناحیه شهر توز در حدود دهه کمسمال ناصر خسرو از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست رو برآمده به تپه خاکی برخورده است. در نتیجه خود راننده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین 19 سپتامبر سال 2022 تقریبا ساعت 12:00 راننده ماشین تمغه مازدا اسماتوف ظفرجان سال تولدش 1983 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در حدود ناحیه رسولوف نوبالغ اشنظرو و حلیمه خان سال تولدش 2011 ساکن ناحیه مذکور که از طرف راست به چپ رو میگذشت پخش نموده است. در نتیجه نوبالغ اشنظرو و هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.